دادگاه شهر نیژنیورتوفسک که حوزه مختار خان تمانسی یوگرا روز 8 دکامبر سال 2023 پرونده استرداد بلاگر تاجیک جنیدالله خدایورف را بررسی کرد، ولی موقع دادستانی را نپذیرفت و به استرداد خدایورف به تاجیکستان اجازت نداد. دادگاه دلیل‌های از نام مقامات تاجیکستان آورده نماینده دادستانی را ناکافی نامید و به این نیاد برای مراجعت دیگر باره به مقامات تاجیکستان با طلب ارائه دلیل‌های بیشتر و قانع کننده 3 ماه دیگر فرصت داد. دادگاه به این ترتیب مهلت حبس جنیدالله خدایورف را با 3 ماه دیگر تمدید کرد. خیرالله خدایورف برادر جنیدالله خدایورف که در مرافعه روز 8 دکامبر در نیژنیورتوفسک اشتراک داشت، روز 19 دکامبر در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد خبر داد که وکیل مدافع برادرش خان گری روزوف توانست دادگاه را با دلیل‌ها متقاعد کند که پرونده جنیدالله خدایورف پرونده بافته و ساخته است. خیرالله خدایورف جریان مرافعه را که نیمه دوم روز 8 دکامبر ساعت 15:30 آغاز یافت تا شام دوام کرد چنین نقل کرد: دادستانی گفت که از تاجیکستان درخواست آمده است برای استردادش و ما باید این درخواست را قانع بسازیم. اما ادوکات به دادگاه دلیل‌ها آورد که چگونه در تاجیکستان با پرونده‌های ساخته آدمان بیگناه را به سالهای طولانی زندان محکوم می‌کنند. خود جنیدالله هم تمام تاریخ جنجال دو اولاد را در دهه 8 نویه رشت را از سال 2018 به این سو، از جمله چگونه کشته شدن برادرزاده ما علیرضا و چگونه لطکوب کردن مادر سالخورده ما را نوشته و این همه را در دادگاه قرائت کرد. دادرس در نهایت دلیل‌های آورده دادستانی را ناکافی نامید و برای ارائه دلیل‌های کافی به دادستانی 3 ماه دیگر وقت داد. خیرالله خدایورف استرداد برادرش را پیروزی نامید، ولی از آن اظهار تأسف کرد که او را اقلا شرطاً جواب ندادند. من در دادگاه گفتم که شهروندی روسیه را دارم و در سرگوت خانه دارم، بیایید تحت کفالت من در خانه من خواهد بود، ولی دادگاه قبول نکرد. نقل کرد برادر بلاگر محبوس. ادوکات خدایورف نیز از آزاد نشدن نفر تحت حمایتش ناراضگی کرده، حالا در پی نوشتن عریضه شکایتی به دادگاه حوزه خانتی-مانسی بوده است. بررسی درخواست او برای از حبس آزاد کردن جنیدالله خدایورف غالبا بعد سال نو صورت خواهد گرفت. جنیدالله خدایورف بلاگر تاجیک که با افشای موردهای کروپسیا و قانون شکنی در نویه رشت نام برآورده است، اینک 6 ماه باز در روسیه در پشت پنجره قرار دارد. او روز 22 یونیو سال 2023 در شهر بیریازوف حوزه مختار خانتی و مانسی با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر گردید. روز 24 میلیون دادگاه بیریازوف تا زمان بررسی پرونده استردادش بلاگر تاجیک را برای 2 ماه به حبس گرفت و در این بین زمان حبس او را 2 مرتبه تمدید کردند. مقامات منطقه رشت به ضد جنیدالله خدایورف بر اساس شکایت یک اولاد دیگر همبیه‌هایشان از دهه 8 جماعت به نام باقی رحیم‌زاده بر اساس ماده 237 قسم 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام اوباشی پرونده جنایتی گشودند و او را تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. خود جنیدالله خدایورف و نزدیکانش این پرونده را بافته و فرمایشی مینامند. خصومت بین اولاد خدایورف و حسینوف در دهه 8 تاریخ چندین ساله دارد. روز 2 یولی سال 2021 خصومت بین این دو اولاد در دهه 8 به آدمکشی انجام یافت. چند نفر از اولاد حسینوف علیرضا خدایورف برادرزاده جنیدالله خدایورف را در کوچه تنها دیده او را همه کسا لطکوب کردند و کوردش زدند. متاسفانه علیرضا دانشجو از رفتن خون زیاد جان داد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ژانویه سال 2022 ساکنان دهه 8 نویه رشت حسینوف ظفرجان و عظیموف عبدالله را با جرم کشتن علیرضا خدایورف به 19 و 17 سال زندان محکوم کرد. خدایورف طلب داشتند که در کشتن علیرضا 5 نفر از آن اولاد اشتراک داشتند و بعد همشان به زندان کشیده شوند. ادامه خصومت بین دو اولاد به آن آورد که سال 2022 مفجگل غریب و مادر سالخورده جنیدالله خدایورف را با جرم اوباشی محکوم به 2 سال حبس خانگی کردند.